سلام دوستا، خوب هستی؟ من به شما قول داده بودم که تو ویدیو الان بگم که علت اینکه پری و شوهرش چرا از ایران اومدن و دینشون رو عوض کردن، دنیاشون رو عوض کردن، تو یه فصل جدید اومدن و همینطور که تو قبلی گفتم باعثش مومن نماها، ببین دارم تاکید میکنم، مومن نماها به ظاهر مومن ادعای خیلی جسورانه هم دارن که از مقربین خدا هستیم، فقط روح خدا در ما دمیده و خیلی هم خودخواه و مغرور هستن، با آیه های قرآن، با حدیث ها، با روایت ها میرن میتازونن و تحمیل میکنن که حق ما اوکیه و به ساز ما باید برقصید بدونی که نفس کم بیارید. من اگر یادتون باشه همش دارم در رابطه با همون مومن به ظاهرها دارم بحث میکنم، ویدیو میذارم. پری از من درخواست کرد که شهناز دیگه نمیخوام بگی ادامه زندگیمو، که چرا من هنوز دارم به خوانندگی ادامه میدم و هنوزه که هنوزه از این دین به اسم قرآن، به اسم اسلام بیزارم. نمیخوام بگی، اما خودت میدونی خدای خودم، من فقط خدا رو قبول دارم، خدا رو قبول دارم، جز خدا هیچ کی دیگر رو قبول ندارم. پس بهتره نگی. اگر بخواهی بگی که ما بعد از ترکیه رفتیم لندن، چه برنامه‌هایی و باز چه چالش‌هایی پیش اومد، اما همش خوب بود، سورپرایزهای خدا که پشت سرم عالی و خوب بود. وقتی که بگیم باز مورد قضاوت قرار میگیریم، باز مورد توهین قرار میگیریم، باز برای ما حرف میزنن، اصلا خسته نمیشن. آدم های پررو باز با آیه های قرآن ما رو مفسد فی الارض، مرتد، بی حیا، دیوانه و خطاب میکنن. نگو، فقط خدا میدونه که من چه شکلی زندگی میکنم و چه شکلی دارم خدمت به این جامعه میکنم. با خاطر حرف شریعتی برام تو ذهنم اومد، گفتم اینو برای شما بگم. از انسان بودنم شرم میکنم، گاهی میخوام انسان نباشم، گوسفندی باشم، پا روی یونجه ها بگذارم اما دلی رو دفع نکنم، گرگی باشم، گوسفندها رو بدرم اما بدانم کارم روی ذات است نه رو هوس، خفاشی باشم که شبها گردش کنم با چشمای کور اما نخوام خوابی رو پرپر کنم، کلاغی باشم قارقار کنم اما پرهایم را رنگ نکنم و دلی را به دروغ به دست نیارم. چه میدانم، شاید حیوان ها به قصد توهین همدیگر را انسان خطاب میکنن. جمله بدی نیست و جمله سختی هم هست و بسیار جای تأسفه. چه میدارم، شاید حیوان ها به قصد توهین همدیگر را انسان خطاب میکنن. بسیار جای تأسفه، بسیار جای تأسفه. این از ملت ما که اینقدر تو فشار اقتصادی هست، اینقدر تو تورمن، شب خوابیدن صبح بلند میشن، دلار بالا، بورس بالا، قیمت ها کمر شکن و در کنارش یک سره میگن جهنم رو نگاه کنین، مراقب باشین در جهنم به روتون باز نشه، لبخند خدا رو نگاه کنین، خشم خدا من شامل حالتون نباشه و حدیث میگن، روایت میگن، اما خودشون در خلوت چه ها میکنن میدونینو و من نمیخوام توضیح بدم. و اینقدر اینو تو فشارن، اینقدر اینها تو فشار هستن، تمام زندگیشونو، داشته هاشونو، تمام سرمایه‌هاشونو، تجربیاتشونو، همه رو جمع میکنن توی یه چمدون کوچک، مهاجرت میکنن، میرن. حالا با چه چالش های وحشتناک روبرو میشن بالایی میدونه.
چند وقت پیش صمیمی‌ترین دوست من گفتش که قاچاقی، پسر من به آلمان رفته، از قاچاقی از بیابون و این شکلی ها، من فکر کردم با اتوبوس رفته. بعدم دیدم که ای با اصلا جونشو کف دستش گذاشته تو بارون، توی تشنگی، توی سرما، با اون گرگ‌ها و اصلا یه چیز وحشتناک رفته. وقتی کم به اون مرز رسیده بوده چند ساعت بیهوش لب مرز خوابش رفته بوده. چرا؟ یه جوانهای دیگه میتونستن تو کشور خودشون بهترین ها باشن، هم تحصیلات های دانشگاهی، اما با چه فلاکتی میرن؟ اگر تو ترکیه باشن یابانجی، هر کشور دیگه هم باشن مهاجر. نه خیلی سخته. ببین دیگه طوری شده که مردم دیگه به قرآن، اون کتابی های دعا مثل زیارت عاشورا، مفاتینا دیگه اعتقاد ندارن، یعنی دیگه نمیکشن، اصلا نمیکشن، دیوونه شدن. یا پناه میبرن به درینگ و احتیاط، انواع اقسام مواد مخدر، یا پناه میبرن به فیلم سوپر. میگم بذار چند سال فیلم سوپر نگاه کنیم، حال کنیم، ذهنمون آزاد بشه از این فشار و دغدغه. به جایی که بخوایم کتابای دعا بخونیم و کتاب مفاتیح بخونیم و زیارت عاشورا بخونیم، میریم مواد میکشیم، انواع اقسام موادهایی که خب خودتون میدونید دیگه، نیاز نیست من اسم ببرم. درینک هایی هم که میخورن اکثریاً متاسفانه غیر استاندارد و کور میشن و یا میمیرن. چقدر خوب بود که اونا هم که کور شده بودن مرده بودن به جای که کور بشن. بدبخت بودن، بدبخت‌ترم شدن. تو سر خور بودن، تو سر خورترم شدن. اصلا گاهی وقتی میمونم خدایا چته؟ مشکل تو چیه با بنده هات؟ اصلا چرا تو اونا رو به دنیا آوردی؟ به دنیا آوردی چرا کاورشون نمی کنی؟ چرا گارانتی نمی کنی؟ چرا حمایتشون نمی کنی؟ بابا جونور دو پا به اصطلاح مومن ها، اونا که دانشمندن، اونا که مخترع هستن، اونا که خیلی کارهای مفیدی در جامعه انجام میدن و به سقف میرسن، میگن جونور دو پا. آدم ها، انسان ها، حتی اگه یه گوشی موبایل درست کنن، حتی اگر عینک مطالعه رو درست کنن، گارانتی میدن تا 6 ماه تا 1 سال گارانتی داره. اما خدا انسان ها رو میآفرینه بدون گارانتی، طلاق میندازه پایین. پدر مادر رو خودش انتخاب میکنه، خواهر برادر رو خودش انتخاب میکنه، شهر، روستا، کشور رو خودش انتخاب میکنه. لخت و مادرزاد به این دنیا میاد. حالا تو پر کسی بی کسم هست و با چالش های وحشتناک بزرگ میشه. و اون شیخ نماها، مومن نماها، شکم این شکلی، پلو این شکلی دارن میترکن قبل میخورن. امتحان خداست. خدا دوست داره که تو اینقدر صداش کنی که لذت میبره از صدای تو. خدا میگه بنده هایی رو من دوست دارم که بیشتر عذابشون بدم و هی منو صدا کنم، من عشق کنم. با میگه خدا دیوانه است. شاید دیوانه است، نمیدونم، شاید رد داده، نمیدونم. یعنی چی؟ ما جلیز کنیم، هی خدا رو صدا کنیم. تو عاشق صدای ما واقعا مغز نداری خدایا؟ تو بده ما با احترام به سجده کنیم، با احترام شکر کنیم. اونم صداست دیگه. تو صدا میخوای، اونم صدای شکر، صدای سجده خیلی زیباتره که بخوایم با فیلم های سوپر و با اون موادای مخدر رو حال کنیم، بریم تو فضا بعد از این قتل و بعدم خودت دیگه میدونی دیگه، نگم بهتره. پری از خدا وضعش اومده. خدا رو دوست داره ها، نه این که بگم بد اومد، دوستش داره. من گاهی وقتی میگه شهناز واقعا خدا کم آورده، خدا کاری کرده که شیطون رو سفید شده. دارم میبینم مردمو هرچی چسبیدن به خدا، خدا پسشون زد. ظالم ها سالم ترن، ظالم ها موفق ترن.
اصلا شیطان خیلی چیزاش اوکی تره، قول وعیداش قول وعیده، حرفاش حرفه. میگم خب پری چرا انقدر باز میگه خدا؟ میگه خب دوستش دارم. شاید تلقین شده، شاید تحمیل شده، شاید تو ذهنمون حک شده، تو قلبمون حک شده که ما مثل این کشا هستیم تا ولمون کنه باز برمیگردیم به خودمون. با این همه چالش ها هر چقدر که ما رهاتر میشیم، بیشتر متنفر میشیم از دین و مذهبمون، مثل همون کش باز برمیگردیم میگیم خدا. شاید خدا عادتمون شده، تک کلاممون شده. حالا من کاری ندارم، پری واقعا موفقه، بهش افتخار میکنم. با این همه چالش ها با شوهرش یک دل و همدل هستم و چه کارهای مفیدی رو انجام میدن، اما با دین مسیحیت حق نداریم کسی اونو مورد انتقاد قرار بدیم، حق نداریم هیچ کس رو زیر سوال قرار بدیم، چون همین خدا باعث شده همه بدبخت شدن، همه بیچاره شدن، دینگریز شدن، از اعتمادها، از به هم دیگه، از همه چیز دیگه دور شدن. اعتماد زیرو، شعور، قدرت، غرور، همه دیگه به زیرو رسیده. دیگه اصلا دیگه نمیتونن، اصلا حس ندارن حرکت کنن. به نام بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بزرگ و مهربان. دیگه از این چیزا خستن، از صوت قرآن متنفرن، از اینکه یکی تصویر دستشون بگیره عصبی میشن، میخوام پارش کنن. و اینها هم خدا مقصره، هم این مومن به ظاهرها. طوری شده که دیگه روسبی میگه این تن منه، من روسبیم، شغلمه، به شغلم و به من احترام بذاریم، به انتخابم احترام بذاریم، چون نشون میدم روسبیم. اما روسبی های روحی خیلی خیلی خطرناکتر از روسبی های جسمی هست. جسمی انقدر عذاب نداره، انقدر تخریب نداره، هم به طرف مقابلش حال میده، هم خودش از طرف مقابلش پول در میاره. هر دو مکمل هم دیگه، هر دو از هم راضی. نه مثل حاج سعیدی من راضی تو راضی، خدا هم حتما راضی، چون خودش گفته شوهر داری چرته، تو راضی باش من راضی باشم خودم راضی. مثل حاج سعیدی نمیگه، میگه من روسبیم ساعتی اینقدر یا روزی نمیدونم، اونم میگه منم میخوام تو رو میخوام، هر دو راضی، هر دو راضی هم از هم جدا میشه. اما اون روسبی روی کیپ گرفته، اندازه یه سکه بازوش معلوم نیست، جسمش پاک پاک پاک، اما روحش اینقدر روسبیه، اینقدر فاسده، اینقدر کثیفه، اینقدر لجنه، اینقدر تخریب کننده است، اینقدر آسیب رسونه که حتی حساب نداره. اصلا ویروسه، یه ویروس کشنده. هر کس با اون بشینه یک فنجون قهوه یا یک فنجون چای بخوره، با اون ذهن بیمار، اون زن یا اون مرد به ظاهر مومن به خدا آلوده میشه، ویروسش تو وجود اونم انتقال پیدا میکنه. اما چون ذات بیچاره خوبه، نمیتونه به ذات اون پدر سوخته باشه، همرنج بشه، سریع سکته میکنه میمیره، یا میزنه به مغزش دیوونه میشه. پس روسبی ذهن خیلی خطرش بدتر از روسبی جسمیه. این جای بسیار 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 تاسف، بسیار غم انگیزه، بسیار غم انگیزه. خدا کاری کرده، هم خودش زیر سوال رفته، هم امام ها زیر سوال رفتن، هم پیغمبرها زیر سوال رفتن، هم قرآن زیر سوال رفته، همه رو زیر سوال همین خدا باعث شده. چرا؟
چون مومن به ظاهرها، شیخهای به ظاهرها، اون زنهای که این شکلی روی کیپ میگیرن نیمه چشمشون معلومه، نه رو آزاد گذاشته. اینقدر آزاد گذاشته، هر روزم به اونا سپراز میده، هر روزم به اونا بها میده، هر روزم به اونا فضا میده، هر روزم اینقدر کاری میکنه که میکروفونو در اختیار داشته باشه، برن تو شبکه‌های تلویزیون چه حرفای مزخرفی میزنن، یا پای منبرها چه حرفای مزخرفی میزنن. میلیاردی هم حقوقشونه، سپراز پشت سپراز. اما این که سالمه، هر وقت یه سنگی، هر وقت یه سنگ پشت سنگ پشت سنگ، همینطوری پشت سر هم سنگ میندازن و اینو میزنن تو چالش میفته. خاص خداست، خدا دوست داره که تو زجر بکشی که بیشتر سرش کنه. این مردشور این افکار یا فکر، یا اینکه واقعا اینکه خدا میگه مردشورشو ببرم. آره میگم عاشق خدا، اما واقعا اگه خدا اینطوری، من اصلا قبولش ندارم. اما فکر نکنم اینطوری باشه. فکر کنم خدای آدم‌های دستساز اینطوریه. خدای دستساز آره پدر سوخته است. پول داشته باشی خدا باهات هست، ثروت داشته باشی خدا باهات هست، قدرت داشته باشی خدا تو رو همیشه بدون نوبت میپذیره و سپرازت میکنه. اگه هیچ کدوم از اینا نداشته باشه، خدا در شبکه موجود نمی باشد، نیست. خدای دستساز این آدما خیلی پوفیوزه، خیلی نامرده، خیلی پسته. ببخشین که این کلمه رو برم، یعنی واقعا اعصابم خورد میشه، بدنم داغ میشه، عصبی میشم. نمیدونید و نه میدونید، خوبم میدونید همین چالش ها، همین فشارهای روزگار چه به سر جوان ها، نوجوان ها، حتی میان سال ها آورده. کاری کرده که همه دستشون تو جیب همدیگه است، همه به هم توهین میکنن، همه پای همدیگر رو میگیرن به جای که دست همدیگر بگیرن، همه با شعور، با اعتماد، با اعتبار هم بازی میکنن، همه قول میدن و زیر قولهاشون میزنن، اما نمیگن طرف با قولهای تو بیشور برای خودش رویا ساخته، آینده ساخته، اما تو الاغ رویای اونو، اعتبارشو، اعتمادشو دادی به آسمون. میتونستم یه چیزی که بگم، اما نوک زبونم نمیخوام بگم، نمیخوام بیادبانه باشه. برها همین خدای واقعی، بسپاریم خودمون رو به همین خدای واقعی. اگر پیدامون بکنه، یا اگر ما اون خدای واقعی رو پیدا کنیم و از خدای واقعی بخوایم این شیخ نماها، این مومن نماها، به ظاهر مومن نماها پوت بشن، نابود بشن، نیست بشن، این روسبیای ذهن منقرض بشن. آمین. با امید ویدیو بعد.